دوستای خوبم سلام. من مهدی هستم با کانال بخور. یه گله ازتون دارم، اونم اینه که تو 3 ویدیو قبلی آمار بازدید خیلی پایین بود. من ازتون خواهش کردم سابسکرایب کنید، اما متاسفانه هیچکی سابسکرایب نکرد. دوستان بهتون گفتم، من مطمئن باشید در آینده حتما ویدیوهای بهتری خواهم گذاشت. حتی جایزه هم خواهم گذاشت برای کسایی که اولین سابسکرایب رو داشتن و حتی سابسکرایب کنن. کار ندارم. حالا رسیدیم به معرفی یه بستنی دیگه، بستنی که مدت هاست به بازار اومده و ترند شده. بستنی انبه میهن. قبلا این بستنی فقط تو دبی بود، در کشور ژاپن بود، در کشور دبی بود، اما حالا شرکت میهن هم این بستنی رو تولید کرده. منگو یا همون میوه انبه، یه میوه خیلی خوشمزه‌ایه که حالا بستنیشو درست کردن. ما هم امروز تست کنیم این بستنی رو، ببینیم چقدر طعم انبه رو داره. بازش میکنیم از نقطه چینی که داره. این بابا سور میخوره. فقط اجازه بدید من اینو باز کنم دوستان. خب اینجوری. خب این رخ کاره. اینم که میگن حالا یه جورایی میشه از پایه نگهدارنده موبایل استفاده کرد. تستش کنیم. دوستان واقعا بی‌نظیره. حتما بهتون توصیه میکنم بستنی رو بخرید و بخورید. قیمتش هم 80,000 تومانه، گرون هم نیست. خب این برنامه هم به پایان رسیدیم ویدیو. بازم ازتون خواهش میکنم دوستان حمایت کنید. من هم سابسکرایبام پایینه، هم بازدید ویدیوهام. ازتون گله‌مندم به خاطر این موضوع. حالا اگه یه ویدیویی بیان تو اینستاگرام یا توی یوتیوب بذارن که توش 4 تا مسخره بازی در میارن، 4 تا لنگ پاچه نشون میدن، اونا بازدیدشون میره بالا. من نمیدونم بازدید، یا همین ویدیو رو مثلا یه دختر بازو بلند گرفته باشه کلی بازدید میخوره، کلی میان سابش میکنن. اما متاسفانه من بازم خودتون میدونید دوستان. ممنونم ازتون، تشکر میکنم از کسایی که این ویدیو رو نگاه کردن. تا یه ویدیوی دیگه که همدیگه رو بازم ببینیم ازتون خداحافظی میکنم. مراقب خودتون و مهربونیاتون باشید. خدا نگهدار.